مهشاد مهشاد پسری نگاه کن به اینه که داره شدید افری پسر سادا. والا از اون موقع که به دنیا اومد کلا وزنش نرمال بودش، 3 کیلو بیشتر نداشتش، یه وزن نرمالی بودش. ما فکر نمی‌کردیم توی 5-6 ماه دیگه بخواد به این وزن برسه. دیگه یواش یواش شیر مادر شروع شد و تا اومد جلو، بعد نه که اذیت میکنه، کلا ذهن آدمو دیگه که داره چاق میشه اصلا کلا ذهن آدم این سم نمیره، فقط ذهن آدم اینه که بخواد اینو نگرش داره. دیگه تا همین تقریبا 2 ماه پیش بود بردیم برای چاقیش. بعد دیگه دکتر سری آزمایش خون و اینا داد، بردیم اونا رو آزمایش خون ها رو انجام دادیم، به دکترشون گفتن که مشکلی نداره. تا اینکه 1 ماه اخیر دیگه رفتیم میشه دکتر غدد و متابولیسم که دیگه باز یه سری آزمایش‌های خون به صورت تخصصی گرفت که یه سری از آزمایش‌ها تو ایران انجام نمیدن، فرستاده برای یه رفیق تو دبی داره که اون انجام بده اونجا. گفته بیشتر حواسش رو سر کنید پرت کنید جای مثلا ناشناخته ببریدش، کلا اسباب بازی کلا چیزایی که نداشته تا حالا، مثلا میکروفون سرشو گرم کنید که چون تا قبل از این هر 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم شیر میخوردش، هر 1 ساعت و نیم شیر میخوردش. و تا الان که حالا ما این کار رو انجام دادیم تو تایمش رو روی 4 ساعت و نیم 5 ساعت هم بردیم، 6 ساعت هم بوده، بعد تا 6 ساعت هم رفته که حالا شیر مادرش رو کم بخوره. شیر میخواه بذارم شیر مادرش رو کم بخوره که به اصطلاح اون میخواد وزنش بیشتر نشه. واقعا خیلی سخته. من خودم الان 1 ماه کمردرد گرفتم برای اینکه بلندش کردم. خیلی مشکله. دکترم بیشتر به خاطر همین میگه وزنش کم شه، چون میگه از شیر بیفته لاغر میشه. الان واقعا همینجوری شده، 1 ماه اصلا اضافه نکرده. 1 ماه قبل 5 کیلو اضافه کرد، یعنی تو 1 ماه 5 کیلو اضافه کرد. این ماه که گذشت شیر کمتر خورد، اصلا اضافه نکرده، هم وزن باقی مونده. 1 ماهگیش 1 کیلو اضافه کرد، 2 ماهگیش شد 8 کیلو خورده‌ای شد دیگه. 3 ماهش هم که تموم شد دیدیم 11 کیلوه که دکتر دیگه اعلام خطر کرد. ما رو فرستاد پیش دکتر غدد. دکتر غدد هم 6 ماهگی برد، یعنی 5 ماهش که تموم شد رفت وارد 6 ماه. گفت ما الان کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم غذایی بهیم بدیم یا هر چی، رژیم نمیتونیم بهیم بدیم. 1 ماه هم بگذره بعد از 6 ماهش که وارد 7 ماه شد، که الان 7 ماهش داره تموم میشه، تقریبا داره میره داخل 8 ماه. الان حدوداً 20 کیلوه. دائما میخوره، یعنی ولش کنید دائما میخوره. موقعی که به دنیا اومده یعنی دائما میخورد، فقط میگفت میخوام، یعنی همینطوری بود. دائما گریه میکرد. اصلا این گریه‌اش کمتر شده ولی بازم هر چی بهش بدی باز میخوره. مادرش که از جلوش رد میشه حساب کن مثلا یه دونه شیشه شیر بزرگ داره رد میشه میخواد. پارک ملت برده میدونیش، یعنی کل پارک جمع شدن دوره. آقا تو رو خود من یه عکس بگیرم، آقا تو رو خود من برم به فلانی نشون بدم. بابا چی بده فلانی نشون بدی که اونا مثلا ببینن. این سابقه فامیلی داشته یا نه؟ سابقه فامیلی مثلا فامیل خودمون اصلا همچین چیزی نداشتیم. برادر خودم مثلا چاق بوده، مامانم میگه 9 ماهش بود 10 کیلو بود، به این اندازه نبود. به من گفت شیرتون ژن چاقی داره، بچه‌م ژن چاقی داره، اینا که با هم ترکیب میشه اینجوری میشه. والا من هنوز متاسفانه شرح تکانیم به صورتی هستش که وقت نکردم هنوز حقیقتش. بابا من هنوز وقت نکردم که حقیقتش تو سایت برم یا از تلویزیون نگاه بکنم، ولی خب از دوستان این معامل زنگایی که بهم میخوره میشنوم که به اصطلاح خبرگزاری فارس همچین مطلبی رو تو سایتش آورده و ازشون تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه.